اگر نیاز به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. گفت نه ما تقاضای دیگه نداریم، فقط دعا میکنم که وقتی با هم رفتیم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا تو بهشت خدا از تو تشکر میکنم. فکر میکردم که جمع مال و املاک سعادته، خودمو خسته کردم، جمع کردم. ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته. الله هیولا نیست، الله رب مهربانی. وقتی که جلسه تمام شد میخواستم برم، یکی از همین دانش آموزای معلول زد پامو محکم گرفت، پنجه زد پامو محکم گرفت. خیلی میگه یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه، ازش سوال میکنه خیلی خوش آمدید، زیباترین و شگفت‌انگیزترین و لذت بخشترین قسمت زندگی تو چیه؟ خوشبختی تا الان یعنی چی؟ بعد این شخص میلیاردر جواب مجری میده که من 4 مرحله زندگی رو گذراندم، تو 3 مرحلهش سعادت ندیدم، اشباع نشدم، ارضا نشدم، احساس سعادت نکردم. مرحله اول جمع آوری مال، ثروت، رسید بانکی به اوج رسیده، نمیتونم بشمارمش. فکر میکردم که جمع مال و املاک سعادته، خودمو خسته کردم، جمع کردم، با نگهبانی بدم. دیدم که منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به مرحله دوم، رفتم رو عتیقه، گفتم عتیقه بخرم، چیزهای قدیمی بهش میگن عتیقه. میدونی عتیقه چیه؟ ایمان عتیقه هست، گنج ایمانه. کلی عتیقه، مخطوطات، دستنوشته ها، ظرف های قدیمی و جمع کردم. هی نگاه میکردم، کلکسیونی از عتیقه های متنوع دنیا. هر روز رد میشدم جلو قفسه ها، ویترین ها نگاه میکردم، دیدم نه اینم منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به سومی، ویلاهای زیبا و جذاب تو زیباترین جزیره های دنیا، تو جزیره موریس، زیباترین جزیره دنیا. مالدیو، زیباترین جزیره مرجانی دنیا و بزرگترینه تو اقیانوس هنده. کشتی های آنچنانی، هواپیماهای آنچنانی و هلیکوپترهای آنچنانی، باغهای آنچنانی. فکر میکردم که سعادت، دیدم که نه. یک روز منتقل شدم به مرحله 4. یک روز بهم زنگ زدن که یه دعوتنامه هست، میخوان شما رو دعوت کنن. 3 مرحله گذشت، ارضا نشد. مرحله 4 دعوتنامه آمد برام از مدرسه معلولین، بچه های معلولی که پا نداشتن، فلج بودن. دیگه رفتم دنبال سعادت، دیگه رفتم. وقتی رفتم که همه بچه های معلول 100 تا نشستن، بعد یکی از این معلولا بلند شد، تشکر از من کرد از این که دعوت پذیرفتید به مدرسه معلولین بیاید. گفت من به نمایندگی یه تقاضا دارم، 100 تا صندلی میکنم برای این معلولی، صندلی کم داریم.
دیگه دستور دادم 100 تا صندلی آماده بشه براشون. راز خوشبختی کجاست؟ بهشت کجاست؟ دیگه قبول کردم 100 تا صندلی براشون خریداری بشه. وقتی که جلسه تمام شد میخواستم برم، یکی از همین دانش آموزای معلول زد پامو محکم گرفت، پنجه زد پامو محکم گرفت. خیلی میگه معذب شدم که اصلا رها نمیکرد. بعد خیره شد تو چشمان من، روشو بر نمیگردون، حلقه زده بود درست تو چشمان من. مسیر عزیزم هر کاری کردم دستاشو گرفتم، بلند شو پسرم اجازه بده پامو بلند بکنم، طوری گرفته بود خیره. گفتم چیزی لازم دارید پسرم؟ دیگه خیلی با آرامی دستشو باز کردم، بلندش کردم، گفتم پسرم تقاضای دیگه دارید؟ بگید کلر میخوای، چی میخوای؟ میدونی چی گفت؟ گفت نه ما تقاضای دیگه نداریم، فقط دعا میکنم که وقتی با هم رفتیم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا تو بهشت خدا از تو تشکر میکنم. 3 تا رابطه وجود داره در قرآن، 3 تا رابطه وجود داره. یک رابطه با رب العالمین، با خالق، مبناش توحیده. خرافات و شرک تو زندگیت نباشه که در بدرت میکنه، بیچارت میکنه، مفلست میکنه، ضعیفت میکنه، زمینگیرت میکنه. قل هو الله احد. چند تا سوره دیگه مونده که قرآن ختم بشه. کم کم احساس میکنیم که این آخرین عهد ما با کلام رب العالمینه. امشب و فردا شب چهارشنبه عیده. رمضان هر سال میاد، اما من و تو شاید تکرار نشیم عزیزم. امشب مال من و شماست. امشب هم دیگر رو حلال بکنیم، رابطمونو مستقیم به عرش خدا وصل بکنیم. الله دل داده که دوست بداریم و اولین ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته. الله هیولا نیست، الله رب مهربانی. خوشبختی کجاست؟ این سؤاله. ما وظیفه داریم که بندگان خدا رو به خدا وصل بکنیم، نه به خودمون. قرار نشده ما خدای دیگر بشیم. احترام و محبت جای خودش، اما تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی میشه، مرید و مراد درست میشه، دین تعطیل میشه، خرافات در جامعه چه؟ زیاد میشه و اسلام دین خرافات نیست. امشب ما جمع شدیم که تبدیل بشیم. کشور ما تنوع مذهبی داره، تنوع قومی داره، ولی بالاتر از همه ما مسلمانیم، بنده خدا هستیم. شافعی به حنفی توهین نکنه، حنفی به شافعی توهین نکنه، حنفی و شافعی سنی به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه است، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست. اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم، خیلی محترمانه. فرهنگ همزیستی اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، بنگالی هست، بندری هست، ترک هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم نزن، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکنه. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره، اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم تو این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم،
رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه. قومیت های زیادی تو کشور ما هست ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی، همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیازی به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بکنیم، آمدیم که قرآن رو بفهمیم.